توضیح بدم. پنجره بعدی گواهی عدم سوء پیشینه هست. خب میتونید این به اصطلاح سامانه میتونید این خدمت رو براتون فراهم کرده که شما میتونید اگر نیاز داشته باشید گواهی عدم سوء پیشینه بگیرید، حالا برای یک مرکزی میخواید یا به صورت خصوصی میخواید داشته باشید، این امکان رو داده که براتون گواهی رو استلام کنه و شما پرینت در اختیارتون قرار بگذاره. علامت که باز میکنم پنجره رو میبینید که اینجا به اصطلاح مشخص کرده، اینجا میبینید که به درخواست سازمان اداره یا به درخواست شخصی، که اگه مثلا سازمان یا اداره‌ای بود اینجا اسمش رو وارد میکنید، توضیحات هم که توضیحاتی داشت توضیحات میدید که ثبت میکنید و بعد میرید رو گزینه بعدی که محاسبه هست. حالا اینجا چون که ما اینا رو پر نکردیم، خب به ما این صفحه بعدی رو در اختیار ما قرار نمیده، ولی به هر صورت یه هزینه پرداخت میکنید و میتونید که گواهی عدم سوء پیشینه رو بگیرید. پنجره بعدی نوبت‌دهی قضایی است. همونطور که مستحضر هستی، با توجه به متمرکز شدن واحد اجرای احکام مجتمع‌های قضایی، اونها دیگه این به اصطلاح مراجعه شما به واحدهای اجرای احکام رو مستلزم این کردن که شما قبلا بیاید تو سامانه نوبت بگیرید، یعنی با نوبت گیری قبلی امکان حضور شما رو به وجود میارن. شما به این خاطر باید بیاید. اینم عرض کنم خدمتون که بعضی از مراجع شبه قضایی مثل اداره اجرای ثبت هم همین فرایند رو تعریف کرده. پس به این خاطر وقتی که نیاز داشته باشید که این نوبت قبلی